پیغمبر اولاد خوردش بچه بسیار ضرورت داره، در پشت سرش 10 نفر بچه باید باشه، دعوت الله را پیش ببره، بسیار نیاز داره. اما میتونه یک بچهش به سن جوانی برسه؟ تقدیر الله امیسته به بندگان خود امیرت. الله که سر انبیاء علیهم السلام کدام حالات و مصیبات میاره به می خاطر میاره که امت در مورد انبیاء علیهم السلام تصور نادرست پیدا نکنه، اندیشه و فکر غلط پیدا نکنه که انبیاء علیهم السلام حاجت روا و مشکل کشاست. قطعا این کار نفی میشه. اما امروز چقدر مردم در شرک مبتلا است؟ شما بگویید. ما باز میشینیم این علمای ما داد میزنه، تمام روز دنبال ما را گرفته که مولوی صاحب شما را فلیدین آمین بالجهر یهود و نصارا آمده، تو آورده ایشه. این ملت تعلیم ندادی، این ملت قرآن درس ندادی، این ملت نفهمانده که حاکم تشریع قانون ساز تنها الله است.